آماده این امروز با هم بریم تو دل یه سفر ماجراجویی؟ اول با خمیازه بزرگ شروع میکنیم و بعد مثل وقتی که تازه خواب بیدار شدیم دستامون رو میکشیم سمت چپ و راست. وای، انگار داریم 2 ابر نرم و قشنگ از آسمون میگیریم. حالا یه نفس عمیق میکشیم، دستامون رو میبریم بالا، انرژی خورشید رو گرفتیم و میاریم توی دستامون و جلوی قلبمون و بعد این انرژی خورشید رو فوت میکنیم به بچه ها. گرفتید انرژی ها؟ حالا دستامون رو از پشت قلاب میکنیم، گردنمون رو به یه سمت خم میکنیم انگار یه بالشت نرمه و جهت مخالف رو تکرار میکنیم. آخیش چه کششی. خب بچه حالا وقتشه که عقاب بشیم. دستامون رو میپیچونیم دور هم مثل اینکه بالای قوی داریم، مثل یه قوی سفید، و بعد جهت مخالفش رو انجام میدیم. وای که چه حس خوبیه، خدا شکر. حالا دستامون رو میبریم پشت، آروم و راحت چشامون رو میبندیم، نفس میکشیم و دوباره یه کشش کوچولو به سمت چپ و راست. دم گربمونم وارد شد و بعد با لبخند مثل من پا میشیم روی زمین، اینطوری میشینین و حرکت گاو و گربه رو با من میگین. مثل گربه میگین کش و قوس میدین بدنتون رو مثل گربه من. ببینین اومده با هم یوگا کنه، دستشو برده توی کش و نمیدونم چی میخواد پیدا کنه. حالا اینه یه سگ سر به پایین، دماغمون رو میاریم پایین، سرمون رو رها میکنیم و یه پامون رو میاریم بالا، مثل اینکه یه قهرمانیم و دستمون رو میاریم بالا. وای چقدر کیف میده بچه ها، مگه نه؟ حالا دوباره دستمون رو میاریم پایین و جهت مخالف انجام میدیم. بچه ها نفس عمیق بکشید مثل من. حالا راحت به پشت بخوابین و آماده شین برای سرزمین جادویی خواب. یه دم و بازدم عمیق بگیرین و با لبخند رو لبتون چشاتون رو ببندین و آماده شین. دستتون رو بزنین رو قلبتون، این انرژی خوب رو بدین به قلبتون.